18 19 همه دارویم همین. یعنی چی؟ این از وای ثروت بر من. شما دارایان امروزکی تسلای خود را یافته. او دارو بودن نمیخواد دیوانه است مگر. وای بر شما مردم خندان که فردا میگیرید. وای بر شما گر ستایشتان میکنند، زیرا بان بیای دروغین پدرانشان همچنین کردند. ولی بس همیان بگویم دشمنت را دوست دار، ببخشان را که به تو خصومت دارد. مهربان باش به کینه‌گیر، در حق دل آزار دعای خیر کن. اگر به یک پهلوی روی تو زنند، پهلوی دیگرش را بدار. اگر جامعه تو را ستانند، پیراهنت را نیز بده و محتاجان صدقات بده. اگر مال تو را بستانند، هرگز گشته مگیر. و دیگران آن بکن که میخواستی دیگران با تو کنند. ای که فقط دوستداران خود را دوست داری، چه امیدی فرحمندی داری؟ گناهکاران نیز دوستداران خود را دوست دارند. اگر تنها به نکوکاران نیکی کنی، چرا امیدوار نیایش هستی؟ حتی گناهکاران چنین کنند. چه خیل با او صحبت میکند. چون به او میرسد. چی زیشته. نه، دشمنان را دوست دارید و نیکی کنیدشان. همیشه دست کشاد باشید. مکافات بزرگ نصیبتان شود. پسران حضرت اعلی باشید که او به ناسپاسان و خشمگینان هم مهربان است. مشفق باشید چنان که پدر شما مشفق است. ما را نجات ده ای عیسی. طعنه مزنید تا طعنه سار نشوید. نفرین نکنید تا خود منفور نشوید. بیامرزید تا شما را ببخشاید. ما را رهنما باش عیسی. سخی باش که رزق تو افزاید، زیرا رزق تو را به میزان تو بسنجند. آیا کور از آبکش کور شده میتواند مگر هر دو بچه ها نمیافتند؟ و چرا تو خسه را در چشم برادری خود میبینی ولی چوب را در چشم خود نه؟ ما را رهنما باش عیسی. با ما بی باش خدایا.